یکی از خوبی‌های مهاجرت که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه میدونی چیه؟ من تا حالا نشنیدم کسی راجب این موضوع حرف بزنه. من چند وقته که دلم میخواد تو بالکن بشینم، برای همین تصمیم گرفتیم که سری میز و صندلی بگیریم، ولی اول یه دونه گرفتیم که اگه خوب بود مثل همین یکی دیگه بگیریم. امیدوارم که آسون باشه. یکی یه نفری هم میشه انجامش داد. تو هم بخوای کمک کنی؟ آره؟ آفرین، بیا اینجا بشین. میای اینو بهم بگی؟ یه جوری که انگار خودم دارم انجام میدم. شوخی کردم بچه، تو خودم من هیچ وقت به شما دروغ نمیگم. فکر کنم تقریبا درست شده است، ولی یه آرامی پیچ و مهره داشت. بیا بیا. خب اینو وصل میکنی به این سفته، اینم سفته. این چجوری جمع میشه؟ ببین همش با دست دیگه. خیلی ناراحتیه احتمالاً. آره تو چیزش جمع شده بود. باید بدیم به سمت پایین. بعد من چجوری بدم به سمت بالا؟ رفتم تو بالکن. ما خیلی سفتش کردیم. بذار اینو باید بکشیم. خب یه بار دیگه ببندش. این اومده تو بالکن. خب این هم از پروژه بالکن. به نظرت یکی دیگه میخوایم؟
چرا هیچکی تا حالا بهش فکر نکرده بود که در هفته به جای یه روز 2 روز تعطیلیم؟ خیلی خوبه. امروز از خواب که بیدار شدم خیلی دلم برای ایتالیا تنگ شده بود و برای همین تصمیم گرفتم امروز فقط موزیک ایتالیایی گوش بدم به یاد خاطرات خوبه. اصلا نمیدونم بهتون گفته بودم یا نه، ولی من 11 سال ایتالیا زندگی کردم قبل اینکه بیایم کانادا و اونجا درس خوندم. خیلی وقتا دلم براش تنگ میشه. خیلی این واسم پیش میاد که آدم‌ها ازم میپرسن حالا که تو هم تجربه زندگی توی ایتالیا رو داری هم توی کانادا، کدومشو بیشتر دوست داری؟ و همه دوست دارن که یه مقایسه‌ای انجام بدن. راستش من نمیتونم، چون فکر میکنم زندگی هیچ وقت فقط به اون کشوری که آدم توش زندگی میکنه بستگی نداره، به دوره‌ای که آدم توشه، سنش، هدفش، حال و هواش، حتی حال و هوای دنیا توی اون سال. مثلا الان به نظر من همه جای دنیا مسئله اقتصادی خیلی پررنگه و تقریبا همه کشور درگیر یه رکود اقتصادی هستن. واسه همین من هیچ وقت نمیتونم قطعی بگم کجا بهتره، حتی واسه خودم. یه سری مقایسه های کلی آدم میتونه بکنه، مثل اینکه خب کانادا کشور کپیتالیستیه، ایتالیا سوسیالیستیه، خب خیلی خدمات اجتماعی تو ایتالیا پررنگ‌تر بود، ولی خب در مقابل هم پیشرفت توی کار و یک سری جوانب زندگی یه مقدار سخت‌تر بود تو ایتالیا. خب کوالیتی غذا، خیلی چیزای سطحی که مطمئنم همه جا راجبش شنیدین.
اونا رو میشه مقایسه کرد، ولی اینکه واقعا چقدر تو زندگی روزمره آدم تاثیر بذارن و در طولانی مدت من فکر میکنم نمیشه مقایسه کرد و بستگی به تجربه شخصی خود آدم و حس خود آدم توی اون دوره داره. حتی شاید من اگه برگردم به ایتالیا یه حس خیلی متفاوتی داشته باشم از دوره اولی که اونجا زندگی کردم. ولی یه چیزی که میدونم اونم اینه که هرچی کشورهای بیشتر و جاهای مختلفی آدم زندگی میکنه کمتر دلش میخواد که فقط یه جا بمونه و بیشتر دلش میخواد که هی مسافرت‌های طولانی بکنه و چند سال تو کشورهای مختلف زندگی بکنه. حداقل واسه من که اینطوریه. اینا رو باید این ور اونورش کنم تا اون ورش هم بشه. الان قیافش یه ذره زشته ولی خوشمزه است. اینو دستورش رو از روی هلو فرش یاد گرفتم، ولی خب من آشپز خیلی حرفه‌ای و عالی نیستم. اینم برنج که باید واسه‌اش زعفرون درست کنم. فکر کنم زعفرون‌ها بذاره نم کشیده، نمیدونم چرا پودر نمیشه. شما حتما این تکنیک رو راجبش شنیدین که یه ذره آب جوش یه ذره یخ بندازیم خیلی خوب رنگش باز میشه. حالا آب جوش نبود، 75 درجه، ولی فکر کنم خوبه. خیلی زشت شد ولی خوشمزه است. این فیلمه کی بود میگفت همش فیلم بده؟ خیلی دوست داشتم میتونستم برم تو همه خونه ها با صاحباشون آشنا بشم. یکیشون نقاشه، من دیدم تابلوهای نقاشی گذاشته همینجور چیده پشت پنجره. یکیشون علاقه به باغبونی داره. یکیشون هم هست نوشته که چمنهای اینجا رو لطفا نزنین، اصلا چمنی هم نداره. من نمیدونم منظورش به چیه. میدونی منو یاد چی میده؟ خونه های انگلیس میندازه که یه حیاط کوچولو اینجوری دارن. آره خونه یه نقاشه به نظرم، همش تابلو. فیدو بیا تو حیاط مردم نرو. نمیدونم چرا بعضیشون حصار ندارن، بعد بعضیشون حصار اینجوری چیز دارن، یعنی قشنگ دیوار آجوری داره. خیلی خوشگله واقعا، تو تصویر زیباییش معلوم نیست. این واحده‌ای که این مثلا خیلی رو واحدش کار کرد. یه بالکن اینجا بشین. بیدو تو هم پاپاچینو می‌خواستی؟
کارامل یه چیزی. بخوای اینم لیموناد یه چیزی. آره. سری هر جا که میرم از این موبایل استارباکس میگیرم که مال اون شهره یا الان مال چند تا شهرشو دارم. اینم مال تورنتوشه که نداشتم. الان خریدم. بقیهش هم مثلا مونترالشو دارم، اوتاواشو دارم. یکی دیگه هم این مال نوا اسکوشا فکر کنم. آره نوا اسکوشا. یکی دیگه هم داشتم ولی الان یادم نیست کجاست. نه ولی خوشم اوکی میخوایی کار کنی؟ دوست مرغ داره پانشوکه و گوجه دیگه چه خودسرم هست واسه خودش. بیا اینجا بودو فیدو آفرین بودو اینجا فیدو بودو اینجا بودو گوشه ذهنشه. پارک خیلی قشنگه. منو یاد سنترال پارک نیویورک میندازه. شاید دوست داشتین تو این ویدیو بیشتر از مقایسه ایتالیا و کانادا براتون بگم، ولی راستش فکر می‌کنم به اندازه کافی این اطلاعات وجود داره. چیزی که کمتر در موردش حرف زده میشه اینه که زندگی فقط مقایسه آب و هوا یا اقتصاد کشورها نیست. چیزی که مهمتره اینه که تو چه دوره‌ای از زمان وارد یک کشوری میشی، هدف تو اون دوره چیه، چه سبک زندگی رو دوست داری. خیلی چیزا هستش که این مقایسه رو نسبی میکنن. حتی اینکه تو این مسیر شانس چطور آدم و اتفاقاتی رو سر راه ما قرار میده. واسه همینه که تو هر کشوری هم آدمای خیلی راضی وجود دارن هم آدمای خیلی ناراضی، چون فضای ذهنی و تجربه شخصی هر کسی فرق میکنه. و من همیشه فکر میکنم تجربه زندگی یه چیز جمعی و مطلق نیست، بیشتر شبیه نقاشی که هر کسی برای خودش میکشه.